نادرشاه نام در سالن‌های تاریخ به عنوان نمادی از قدرت و جاه طلبی ارتش فارسی تکرار می شود. در 1688 در یک قبیله خائق عشایری متولد شد. کمتر کسی می توانست ظهور شهاب سنگ او را پیش بینی کند. این مرد به ظاهر معمولی سرانجام ادعای تاج و تخت پارس را می کند و امپراتوری را که از رودخانه ایندوس تا کوههای قفقاز امتداد یافته بود جال می کند. داستان او یکی از اراده های بی بدیل، استراتژی حیله‌گر و جاه طلبی بی رحمانه است. برای همیشه نام خود را در سالنامه های تاریخ می خواند. زندگی نادرشاه یک ملیله بافته شده با موضوعات پیروزی و فاجعه بود. اوازیگ دور پرخاشگر در تاریخ فارسی برون آمد، زمانی که سلسله یک بار صفاوی کبار در آستان فروپاشی قرار گرفت. با سو استفاده از هر جمرجه که ملت را درگیر میکرد، نادرشاه از میان صفوف برخاست و خود را یک استراتژی ست نظامی در خشانوی کره برالهامان بخشاثبات کرد و ویکایران شکستر از بپنه خود معتقد در دورهای از گسترش نظامی واحیای ملی با وجود آورده. با این حال سلطنت او بدون سایه هایش نبود. آتش سیری ناپذیر نادرشاه و روش‌های غالباً وحشی او ابر تاریک را بر دستاوردهای خود می‌اندازد. با این وجود میراث او به عنوان یک نبوغ نظامی و یک شخصیت تحول آمیز در تاریخ فارسی بدون تردید باقی مانده است. زندگی اولیه نادرشاه از دلهره و قدرتی که بعداً به دست می آورد دور بود. در قبیله افشا، یک گروه ترکی که به دلیل گوسفند آنها شناخته شده است متولد شد. نادر سختی‌های زندگی عشایری را دست اول تجربه کرد. این سالهای ابتدایی احساس تاب‌آوری و منابع مالی را به او القا می کند که در سالهای آینده به او خوب خدمت می کند. به عنوان یک نوجوان نادر اسیر شد و به بردگی فروخته شد. تجربه‌ای که او را در معرض واقعیت‌های سخت جهان قرار داد. وی سرانجام فرار کرد و به گروهی از سربازان پیوست و نشانگر آغاز کار نظامی خود بود. نادر به سرعت از صفوف کرد و شجاعت استثنایی و تاکتیکی را در میدان نبرد نشان داد. شهرت وی به عنوان یک جنگجو ماهر و یک رهبر طبیعی در سراسر ایران گسترش یافته و توجه کسانی را که به دنبال بازگرداندن نظم به امپراتوری فروخته شده صفاوید هستند جلب کرد. امپراتوری صفاوید زمانی که چراغ قدرت فارسی بود در حالت آشفتگی قرار داشت. مهاجمان افغانستان کنترل استانهای شرقی را به دست آورده بودند، در حالی که نزاع و فساد داخلی امپراتوری را از درون تضعیف می کند. در این زمان آشفتگی بود که نادرشاه فرصت خود را به دست گرفت. او نیروهای فارسی تحقیرآمیز را تجمع کرد و آنها را با عزم بی‌بدیل خود تزریق کرد. نبوغ نظامی نادر در میدان نبرد درخشید. وی مهاجمان افغان را از خاک پارس اخراج کرد و او را تحسین گسترده کرد و موقعیت خود را به عنوان قدرتمندترین چهره در امپراتوری تحکیم داد. در 1736 نادرشاه به طور رسمی آخرین حاکم صفوید را رها کرد و تاج و تخت را برای خود فرض کرد و سلسله افشاید را تأسیس کرد. دوره جدیدی برای ایران طلوع کرده بود که با گسترش نظامی و احیای جلال پارسی مشخص شده است. جاه طلبی نادرشاه هیچ محدودیتی نمی‌داند. با امنیت ایران تحت حکومت خود، او توجه خود را به سمت گسترش امپراتوری خود جلب کرد. نگاه او به شب جزیره عربستان، منطقه‌ای با اهمیت استراتژیک و ثروت گسترده افتاد. در حرکتی جسورانه که جسارت سیاسی خود را به نمایش گذاشت، نادرشاه برای جلوگیری از تهاجم شرط جالبی را برای قبایل عرب صادر کرد و یا ظهار داشته که قبایل عرب می توانند از فتح خودداری کنند و استقلال خود را حفظ کنند. اگر آنها را به عنوان مشروع پارس به رسمیت بشناسند و به اسلام جفاریشیه، دین رسمی امپراتوری پارسی تبدیل شد. و این تقاضای جسورانه موجه های شوشوکه را در سراسر شب جزیره عربستان ارسال کرد. دور بران عربرا مجبور به انتخاب بین تسلیم و جنگ با ارتش نیرومند فارس کرد. سلطنت نادرشاه دوره‌ای از مبارزات نظامی بی امان بود. او ارتش‌های خود را به پیروزی در سراسر مناطق وسیع از قلمرو هدایت کرد و استانهای سرکش را تسخیر کرد
و مهاجمان خارجی را دفع کرد و گسترش امپراتوری فارس به بیشترین میزان خود از دوران ساسانید قرن قبل. قدرت نظامی او افسانه‌ای و ترسناک به قلب دشمنان شد. از کوههای قفقاز تا دشت‌های هند، ارتش‌های نادرشاه از یک فتح به دیگری راه پیمایی کردند. او ترک‌های عثمانی را خرد کرد، دوباره تسلط فارسی بر قفقاز و حتی پایتخت مغول دهلی را اخراج کرد. بازگشت به ایران با ثروت غیر قابل تصور و تاج و تخت طاووس آرزو. نادر شاه ایران را به یک جگر نظامی تبدیل کرده بود، از ترس و احترام در سراسر جهان. فتح نادر شاه از دهلی در 1739 شهادت نبوغ نظامی و بی‌رحمانه او بود. امپراتوری مغول که زمانی قدرت بزرگی به خود بود، قبل از حمله فارسی فرو ریخت. ارتش‌های نادر شاه به دهلی حمله کرد و شهر و گنجینه‌های آن از جمله تاج و تخت افسانه طاووس را به دست گرفت. این تاج و تخت با شکوه آراسته با سنگ‌های گرانبهای بیشماری به سمبل قدرت نادر شاه و تحقیر مغولان تبدیل شد. غنایم جنگ از هند بسیار زیاد بود. نادر شاه با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی و سایر گنجینه‌ها به پارس بازگشت. این هجوم ثروت به او اجازه داد تا فعالیت‌های نظامی دیگری را تأمین کند، قدرت خود را تقویت کند و پروژه‌های ساختمانی بلند پروازانه را در سراسر امپراتوری خود آغاز کند. با این حال، آتش سیری ناپذیر نادر شاه برای فتح و روش‌های غالباً جنگلی او در حال کاشت بذرهای نارضایتی در بین سوژه‌های او بود. علی رغم پیروزی‌های نظامی و گسترش امپراتوری، سلطنت نادر شاه بدون سایه‌هایش نبود. سالهای بعد وی با رشد پارانویا، وحشیگری و نزاع‌های داخلی مشخص شد. جنگ مداوم هم بر روی مردم پارس و چه در خود نادر شاه تلفات خود را به دست آورده بود. او به طور فزاینده‌ای به اطرافیان خود مشکوک شد و بسیاری از نزدیکترین مشاوران و اعضای خانواده خود را به ظن خیانت انجام داد. ظلم و رفتارهای نامنظم نادر شاه بسیاری از هواداران سابق خود را بیگانه کرد. شورش‌ها در سراسر امپراتوری فوران کردند، اقتدار او را به چالش کشیدند و قدرت او را تضعیف کردند. فاتح یکبار که ایران را به اوج قدرت نظامی خود آورده بود، اکنون از درون با دشمنان روبرو شده بود. امپراتوری او که در آستانه فروپاشی قرار دارد. سلطنت نادر شاه دوره‌ای از تغییر عظیم برای ایران بود. او منظر سیاسی را تغییر داد، امپراتوری را به بیشترین میزان در قرنها گسترش داد و یک علامت غیر قابل توصیف در تاریخ فرهنگی و نظامی ملت به جا گذاشت. نبوغ نظامی او غیر قابل انکار است. پیروزی‌های او در سنین مختلف به عنوان شهادت به درخشش استراتژیک وی تکرار می شود. با این حال میراث او پیچیده و چند وجهی است. بی‌رحمان نادر شاه، جاه طلبی سیری ناپذیر او و تبار بعدی او به پارانویا سایه‌ای بر دستاوردهای خود انداخت. او حاکم تناقضات بود، یک ذهن نظامی درخشان که قادر به سخاوت بزرگ و ظلم و ستم وحشتناک است. با وجود نقص‌های او، نادر شاه در تاریخ فارسی چهره‌ای برجسته باقی مانده است، نمادی از غرور ملی و قدرت نظامی. زندگی نادر شاه گرداب فتح، جاه طلبی و در نهایت تراژدی بود. آغازهای فروتنان برخاسته تا به یکی از قدرتمندترین حاکمان در تاریخ فارسی بدیل شد و یک امپراتوری را از طریق قدرت نظامی و عزم بدیل جعلکان دستور تجدید حیات برای ایران را نشان داد و جلالاز دست خود را بازگرداند. دو ترس چشمگیر را در قلب دشمنان شباز گرداند. داستان نادر شاهی داوری است که حتی در خشانترین و قدرتمندترین افراد از تأثیر فاسد قدرت مطلق مسئول نیستند. میراث او همچنان به جذابیت و الهام بخشیدن، شهادت قدرت ماندگار جاه طلبی، جذابیت فتح و تأثیر ماندگار یک زندگی در مرحله بزرگ تاریخ است.